سلام به همه شما، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های پام. کتاب مورد علاقت چیه؟ کتاب خیلی رو دوستشون دارم، ولی یه دونه کتاب همیشه تو ذهنم همیشه هست که مال اریش ماریا مارکه به نام در غرب خبری نیست. واقعا خبری نیست. شما رفتی؟ من تا یه بخشی از غرب رفتم. تا کجا رفتی؟ تا شرک غرب و ازاره. بعد واقعا خبری نبود. نه، فقط ترافیک میشه. یه خورده میرفتی اون ورتت کردان و اینا، خبرها اونجا بود. خارج از کشور رفتی؟ چند بار یعنی؟ بله، خیلی جا رفتم. بهترین جایی که رفتی کجا بوده؟ بهترین جایی که رفتم قاره آفریقا، بخشی از آفریقای جنوبی، کشور تانزانیا، کنیا و جزیره زنگبار. چرا برات بهترین بود اونجا؟ خیلی عجیب غریب بود، چون من خیلی از زبونا رو میفهمم ولی نمیتونم صحبت کنم. کلا خارج از کشور که میری کارت راه میافته. پس اینجوری اگر ببین، من فقط یه جا گیر کردم واقعا سر زبان. اونم رفته بودم یه کشوری 2 تا فرودگاه داشت. اومدم گفتم میخوام برم فرودگاه، اونا نمیفهمیدن چی میگم. گفتم فرودگاه. چه عجیب که بعد گفت ایرپورت. گفتم آها. تو تئاتر موفق تر بودی یا تو سینما؟ خیلی سوال سختیه. توی تئاتر خیلی جایزه دارم، بر اساس اونا احساس میکنم که تئاتر خیلی کدوم جایزه بیشتر بهت حال داد؟ سال 79 بود، برای یه نمایشی که جواد عزتی هم کارگردانش بود. اتفاقا اولین کارگردانی جواد، چون جواد خیلی با هم رفیقید نه؟ بله اون موقع بله خیلی. و من اولین باری که به صورت خیلی جدی یک نقشی رو بازی کردم سر کار آقای عزتی بود. برای اون کار جایزه اول بازیگری گرفتم توی جشنواره فجر. اول تئاتر خیابونی کار میکردی؟ بله. چطوری بود تئاتر خیابونی؟ من یادمه که یه دونه موتور خریدم. این موتور رو ما فقط ازش استفاده میکردیم، یعنی من به جای رسیده بود که این موتور دیگه خیلی داغون شده بود. یک موتور براوی سفید تبدیل شده به یک موتور براوی تقریبا قهوه‌ای سیاه، چرک و روغن و اینا از سر روش میبارید. فقط صندلیش تمیز بود که ما میتونستیم بشینیم یادم میاد که اجرای صحنه‌ای رو تازه شروع کرده بودیم و همیشه هم تو کوچه پس کوچه‌های پشت تالار وحدت موتورا رو قفل زنجیرش می‌کردیم و خیلی شیک میومدیم تئاتر شهر و حال اجرای تئاتر داشتیم دیگه. تمام شد اجرا، برگشتیم اومدیم بریم دیدیم خب خیلی شلوغ پلوغه. ای وایسادیم خلوت شد. اومدیم که بریم، آقای پاکتل اومد، رئیس تئاتر شهر هم بودن اون موقع. سلام علیکم، خیلی گرم. گفتیم آقا خیلی مخلصیم بابا. کلی از اون تعریف کرد و از جواد کلی تعریف می‌کرد. اون موقع هم همه از جواد تعریف می‌کردن، نمیدونم چرا کمتر از من تعریف می‌کرد. بعد کلی تعریف کرد از اونم خواهش کرد. یه دفعه این موتور رو گفت این چیه این آشغال اینجا؟ بعد ما هم نگاه کردیم و گفتیم بله آقا واقعا چیه میذارن اینجا میرن. گفت واقعا نگاه کن ازش روغن میچکه. گفتیم احتمالاً واسه بچهای خدمات تئاتر شهره. آخه چرا باید بذارن اینجا محیط فرهنگیه، من باید جای این موتورا رو کلا تغییر بدم، اصلا کسی اجازه نده موتور بیاره اینجا. من بله واقعا باید این کارو بکنیم. کلی حرفشون رو تصدیق کردیم و رفتن و سریع سوار موتور شدیم و رفتیم. خدا رو شکر که کسی هم ندید. و فردا ما اومدیم توی پشت چراغ قرمز کریم خان که از حافظ بیایم پایین برسیم به تالار وحدت و اون پشت مشتا موتور رو قفل کنیم. پشت چراغ قرمز کریم خان نمیدونم چرا وایسادم، اون موقع هم قانونمند بودم. وایسادم پشت چراغ قرمز و گاز میدادم که این موتور خاموش نشه، چون اگر این موتور گازشو ول می‌کردی خاموش میشد. یعنی بعد هی تنظیم می‌کردی که این موتور روشن بمونه. گازم میدادم دود. خب دو زمانه بود دیگه موتور. بعد دیدم یه دفعه جواد دیدم، من گفتم چیه؟ گفت آی پاکتل. گفتم کو؟ برگشتم دیدم توی یه دونه پژو 405 نشسته. چون نگاهش کردم گفتم سلام آقا و ایشون هم جوابمون نداد. نه ولی بعدن هیچ وقت در این باره اصلا آقای پاکتل با ما صحبت نکرد. این اولین باره که در واقع تو این برنامه داری داستان این براوو رو میگی. بله. چه صحبتی با آقای پاکتل داری رو به این دوربین در مورد این براوو بکنی؟ آقای پاکتل در مورد براوو، فقط در مورد خودشون. در تو براوو هیچی، ببخشید. که ما در دوران مدیریت شما موتورمون رو با اون وضعیت گذاشتیم. شما نقش مکمل خیلیا بودی. بله. بچه‌ها به شما اصطلاحاً میگن که پروتئین وی سینمای ایران. لطف دارم. خودت مکمل بازی کردن بیشتر دوست داری یا نقش اصلی رو؟ فرقی نمیکنه. جایی که مکمل جواد عزتی بودم از همش بیشتر حال. من وقتی که کنار جواد بازی میکنم، روبروش بازی میکنم، هیچ دلشوره‌ای ندارم. بخاطر اینکه میدونم اگر دیالوگ یادم بره دیالوگمو میگه، اگر میزانسن یادم بره میارتم سر میزانسن. یعنی راحتم. بهترین نقش خودت به نظرت کدوم بوده؟ بهترین نقشی که خودم خیلی دوستش دارم. آره. من یاغی رو خیلی دوستش دارم. به خاطر اون نقش تو کمپ ها اینا هم رفتی؟ بله، یکی دو بار رفتم. چیزای جالبی دیدی اونجا؟ خیلی. من از صبح که میرم سر کار ورزش میکنم، شبم وقتی از سر کار برمیگردم ورزش میکنم. نرمش یعنی ورزش میکنم قربونت برم. خب چه ورزشی میشینم
تا خود لوکیشن با ماشین خودم میرم. آقا مگه و ما نمیگیم ورزش اتومبیل رانی؟ نه ورزش ورزش. دیگه. بله. کلاژ میگیری، ترمز میکنی، فرمون رو تازه بعضی موقع یه دفعه تصمیم اینا میبره خیلی سفت میشه. هیدرولیکت هم کار نمیکنه، تمام بازوها درد میگیره. بعد شبش بریم منیزیم بخوری. به خدا چی داری میگه؟ یعنی چی؟ من میتونم تا ابد به این بخندم. اسکناس به این کلفتی. چرا باید انقدر ارزون باشه؟ آره اینم میتونم بگم، من اینجوری نمیگم ولی چرا؟ همینو گفتی آخه. نه نگفتم. چرا حرف میذاری دهنم؟ ببین اینجاست که بهت میگن بازجویی. نکن. ولی واقعا من اگر جایی بودم که میدیدم این اسکناس به این زیبایی انقدر داره ارزون فروخته میشه و اینا، میگم آقا چه کاریه؟ کاغذ آچار رو برمی داشتم مثلا انقدرش میکردم، مثلا یه دونه روش مهر میذارم، این 100,000 تومان است. چه کاریه؟ چه مهمونی و اینا هیچ وقت شما رو دعوت نکردن؟ چرا؟ نه اون مهمونی منظور مهمونیه. ببین الان داری بازجویی میکنی. یادمه که من دقیقاً 1 ماه قبل از اینکه برنامه‌ریزی کرده بودیم که مراسم بگیریم، من رفتم تست گیریم عجل معلق و این یه تیکه مومو آقای اسکندری زحمتش کشید و تیغ زد. تیغ زد؟ بله. قبل عروسی؟ نمیدونست که من عروسی دارم. منم تا اومدم به خودم بجنبم کارش انجام. اومدم خونه گفتم سلام، خانمم گریه کرد. الهی بگردم. بغض کرد و اینا. گفتم اصلا نگران نباش. یه پرو داشتم تو خونه. اونو براش کلاه گیستوری یعنی؟ بله گوشتم رو سرم بودم چقدر خوب شد. خواننده مورد علاقه چیه کلا؟ خواننده مورد علاقه؟ نگی بیژن مرتضوی. بابا ببین گیر دادی دیگه. ببین تو داری اینجوری کشش میدی قطعا یه تیکر نمیزنی از بعد. ببین خواننده مورد علاقم که الان خیلی دوستش دارم، آقای علیرضا قربان. دوستشون هم دارم. اخلاقش چجوریه؟ من چون نزدیک زیاد باشون آشنا نیستم. بی‌نظیره. آقای شجریان هم که خدا رحمتشون کنه، ایشون هم خیلی دوست داشتم چون بخاطر آقای محمد رضا شجریان. یکیش هم شهرام شب‌پرست. چرا پلک نمیزنی؟ چرا بزنم؟ منم تو عینکی نیستم. منم عینکی نیستم. دو دستی میکنم برای شما. کی بیشتر از همه فوش میده توی سینما و تلویزیون؟ نمیدونم. رابطت با حیوانات چطوره؟ من بیشتر با پرنده ها خیلی ارتباط برقرار میکنم. کفتر و طوقی و بله سوسکی و گوشت کدوم حیوان مورد علاقته؟ گوسفند. ببین من وقتی اصلا گوسفند میبینم انگار مثلا 10 تا شیشلیکن دارن راه میرن میگن به. بهترین کارگردانی که باش کار کردی کی بوده؟ 2 نفر خیلی باشون دوست داشتم کار کردم. محمد حسین مهدویان، محمد کارت. یعنی حتی تو 3 نفر اول هم آقای عطاران نبود. من با آقای عطاران در مقام کارگردان که بودن یه دونه کار کردم. بزنگار باشون کار کردم خیلی سال پیش. ما درجه 1 تر از رضا عطاران در سینما نداریم. چه جوریه کار کردن با رضا عطاران؟ چه شکلیه؟ خیلی باحاله. یه ویژگی در موردش بخوای بگی چی میگی؟ رضا عطاران هیچ وقت عصبانی نمیشه. یعنی میشه. عصبانی بشه باور نمیکنی که عصبانی شده. تا حالا دیدی عصبانیت شو؟ آره مثلا چند وقت پیش همین سر همین عجل معلق که بودیم یه دفعه یه نفر دیالوگش اشتباه گفت ای بابا، من فهمیدم خیلی عصبانیه ولی خیلی‌ها نفهمیدن که اون عصبانیه. سر یه سینمایی بودیم چند وقت پیش، یه دعوا شد، یه دعوای خیلی وحشتناک، واقعا چند نفر نزود شاید بمیرن. بعد من هی تو استراب و اینا هی گفتم آقا بریم. گفت نه چیزی چاقو. وای چاقوشو بلند کرد. پلیس اومد میخواست طرف آرومش کنه، آروم نمیشد و اسلحه کشید. گفت اسلحه‌شو کشید. تخمم دستش بود، تخمه میخورد، خدا شاهده. بعد حتی به منم گفت تخمه میخوری. جایی که پلیس اسلحه رو کشید که طرف آروم بکنه، گفت وای گلنگدن یکی باید جلوشو بگیره. کراشتون کی بود؟ آنا درماس. به خاطر بازیش صرفا؟ بله. پس به خاطر چی؟ 3 تا فیلم آنا دیارباس رو بگو. به خدا نمیدونم. مگه نمیگی بازیشو دوست دارم؟ درست چطور بود تو مدرسه؟ در حد خودم خوب بود. رشته چی بود؟ رشته من علوم انسانی. چیزی یادته از درسات؟ یک سری دروس رو چرا یادم مثلا. چی مثلا یادته؟ تاریخ ادبیات. از تاریخ ادبیات چیزی یادته؟ هیچی. دانشگاه هم رفتی؟ بله تقریبا، ولی خب تقریبا یعنی چی؟ یعنی به صورت مهمان میرفتم دانشگاه. همه دانشگاه ها رو رفتم. یعنی شما تصور جدی میگم خیلی از اساتید دانشگاه هنوز کنازه فکر میکنم من شاگردشون، در صورتی که من شاگردشون نبودم. مثلا من دانشگاه سینما و تئاتر میرفتم، سر کلاس ها میشستم. ببین اخراج ها از دبیرستان شروع شد. سر چی اخراج میشی تو دبیرستان؟ ببین داری بازجویی میکنی دوباره. من آخرین باری که قبول خرداد شدم 5 دبستان. کدوم درست قوی تر از بقیه بود؟ تاریخم خیلی قوی. الان چیزی از تاریخ یادته؟ از سوال کن از تاریخ بهت بگم. مؤسس سلسله صفویه کی بود؟ شاه اسماعیل صفوی. جانشینش؟ شاه عباس یکم. شاه عباس آقا. جغرافیا مثلا بی‌نظیر بود. پایتخت 2 تا کشور رو میپرسم بگو. پایتخت مالت کجاست؟ کجا؟ مالت. آخه دیگه کشور متفرقه.
برزیل خوبه، برزیل خوبه. ریو دو ژانیرو اشتباه. آقا ریو هست، ریو دیگه. برزیلیا مثلا پایتخت آرژانتین کجاست بگو. پایتخت آرژانتین. آره، وایسا، کشوری بوینس آیرس. آفرین 10 نفر بهت گفتن اینجا. اوضاع پولیت چطوره؟ خدا رو شکر. پولدار حساب میشی حالا اینطوری بپرس. ببین آخه پولداری رو چی میبینی؟ پولداری اینی که مثلا طرف مثلا 10 تا خونه داشته باشه. نم خونه داری؟ خونه دارم. آره. ماشین داری؟ آره. ماشینت چیه؟ باید ماشینت چیه بهت میگم؟ من یه ماشین خیلی ساده دارم. پس اونقدر پولدار نیست. پولاتو چیکار میکنی؟ خرج عطا اینا. پول لازم داشته باشی به کی زنگ میزنی؟ دیگه مشخصه دیگه 10 بار گفتی جواد دیگه. آره دیگه. چجوری ازش میگیری؟ میگم چطوری، اوضاع احوال چطوری؟ آها. اوضاع احوال چطوری؟ مثلا میگه خب چقدر؟ واقعا من به یکی احتیاج دارم بهش بگم اوضاع احوال چطوره، بگه خب چقدر. آره. سرمایه گذاری بخوای کنی کجا سرمایه گذاری میکنی؟ سرمایه گذاری اصلا برای چی بکنم؟ فکرم لوری گفتی. ما یه رسمی داریم با همه مهمونامون این کارو کردیم. ببین رسم مسخره نباشه. رو به این دوربین یه دقیقه بعد من تعریف کنی. اول از همه که خیلی بامزه است. یه حالتی داره تو صورتش که خیلی بامزه ترش میکنه. چشماش یه انرژی خیلی خاصی داره. منفی؟ کاملا مثبته. فکر میکنم که خیلی بچه دلگنده‌ای باشه. قطعا اگر دلگنده نبود اینجا نبود. و اینه که بلد کارشو. هر نوع شوخی هم حالا اینجا میکنه به نظر من شوخی خیلی بدی نیست، نه مبتذله نه خیلی بده، در حد و اندازه خودش جذابه، خیلی خودمونیه، خیلی واقعا خیلی دمت گرم. قربونت برم، دم شما گرم. من از همه شما تشکر میکنم که این برنامه رو دیدید. یه عذرخواهی واقعا بزرگ از طرف من و آقای جمشیدی فر به مردم مالت عزیز که کشورشون رو گفتیم کشور متفرقه، واقعا زشت بود، ببخشید. میگن کالباس مالتا لله هم همونجاست دیگه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.